سلام، اینجا خانه مستند و خوش آمدید به 4مین قسمت کسداک. در خدمت مستندسازی هستیم که مسئله خیلی براش مهمه. آقای علی آقا نیکبخت. خیلی مخلص. خوش اومدی علی جان. نوکرم دم شما گرم که من قدیما خیلی به تو شبیه بودم، تو هم شبیه من بودی. همه میگفتن. هم فاصله گرفتیم. یه بار توی روایت فتح بودم، یکی اومد جلو مستقیم و بیواسطه شروع کرد با هم حرف زدن و سوال پرسید. من هرچی فکر کردم دیدم نه سوالش به من ربط داره نه من اونو میشناسم و اینا. بعد گفتم که احیانا فکر میکنی من مصطفی شوقی ام؟ گفت مگه نیستی؟ گفتم نه، من علی نیکبختم، شبیهش ولی هستم. خب تو الان خیلی خوشتیپ شدی. تو گوشی من نوشتم علی نیکبخت همزاد. لطف داری. خب علی، ما افتخار داشتیم تو خانه مستند با تو در واقع کارهای زیادی رو انجام دادیم. آن چیزی که واقعیتش اینه که شاخص تو هست به عنوان یه مستندساز، حالا پژوهش خیلی برات مهمه، به قول معروف فرم برات مهمه، ولی مهمتر از همه اینها مسئله است. مثلا تو درباره انتقال پایتخت مستند داری، الان یه کار درباره آموزش پرورش داری که میدونم خیلی کار جدیه، 1 سال روش وقت گذاشتی و کارهایی مثل همین شبیه این. چرا مسئله برات مهمه؟ دنیای شتاب زده‌ای که ما درش زندگی میکنیم و پر از داده است و پر از اتفاقه و این اتفاقها را اساساً مدیریت‌های رسانه‌ای ساماندهی و سازماندهی میکنن. آدم‌ها دچار مسئله‌های جدی و عمیق نمیشن. چی میگم؟ از طرفی جریان‌های مستندسازی که وجود داره در جامعه جهانی و در جامعه ایران داره به سمتی میره که خیلی مسئله واسش مهم نیست. قصه بذار وسط، کاراکتر بذار وسط. همین چه قصه است آخه؟ من خودم طرفدار قصه ام. اگه طرفدار قصه ای برای چی شورش علیه سازندگی ساختی؟ این مسئله است. خب حالا من حرف میزنم، بگو. ماجرا اینه که مسئله واسه ذهن من هویت داره. چی میگم؟ وقتی میخوای مسئله بیان کنی باید صورتبندی درست داشته باشی. برای اینکه صورتبندی درست داشته باشی برای خلق روایت باید پژوهش بکنی. به نظرم جامعه ایران در خصوصا در بخش مستندسازی با کم لطفی با این بخش برخورد میکنه. این چی میگم؟ بالاخره جایزه ها در جریان های مستند تأثیر گذاره بر سر مسیر راه بچه های مستندساز. نفیش نمیشه کرد. حتما تفریح چیز خوبیه، حتما قصه چیز خوبیه، به همون مقدار که اونها خوبه بدونید مسئله هم چیز مهم و خوبیه. حالا تو شورش علیه سازندگی و مثال زدی، خب واقعا مسئله است. برای منم مسئله بود، دغدغه بود، از نوجوانیم تقریبا همراه هم بود. اما چیزی که ماجرا رو به نظرم جذاب میکرد قصه است. اینطوری میگم، تو از مسئله به قصه میرسی یا اصلا قصه اولویتی برات نداره تو سینمای مستند؟ چرا نه، قصه اولویت داره، ولی هیچ وقت اجازه نمیدم که قصه به قدری وارد ماجرای درام بشه که مسئله از ذهن‌ها دور بشه. این گونه نگاه میکنم من بهش. به همین خاطر خیلی وقتا یه انتقادی که به سمت من وارده از این زاویه دیدم، من میپذیرمش. تو چرا کاراکتر درست نمیکنی؟ حالا سوال منم بود واقعا. این چی میگم؟ تو چرا کاراکتر اصلا درست تو انتقال پایتخت من دوست داشتم قهرمان و حالا ضد قهرمان داشته باشه. میتونست داشته باشه حتما میتونه، حتی اینجوری نیستش که نتونه. و حتی همین آموزش پرورش که روش کار میکنم هم مبتلا به همین مسئله هست. اما میگم من وقتی به صورتبندی ماجرا دقت میکنم برای مسئله دار بودن یک جریان، من یه مجموعه مستندم اتفاقا ساختم، خیلی دیده نشده، به نام 100 سال ایران، ماجرای توسعه در ایران.
اونجا هم نمیدونم چیزی به کاراکتر تبدیل بشه. یه بخشی از این فراینده آمدانه است که آقا تو مسئله رو همواره در ذهن درست نگه دار و برای درست نگه داشتنش هم باید صورتبندی داشته باشی و برای اون باید اسناد بسیار درستی رو در اختیار مخاطب قرار بدی. مخاطب داره این مسیر. حالا ببین، حالا من یه زاویه تو یه مقدار میخوام در موردش صحبت کنم، چون یه بخشی از گفتگوی ما درباره مستند جدید توئه که من خیلی حرف دارم و تو هم میدونم حرف زیاد داری. ببین مثلا ایران پر مسئله است، پر ماجراست، پر قصه است. حالا من تو میگی حالا قصه خیلی اولویت نیست، کاراکتر. حالا آیا این مسائل، نظام مسائلی که ازش وجود داره و انباشت هم شده در همین سند 100 سال توسعه هم که اشاره کردی، به نظرم مفصل تو یه بخشی در موردش صحبت کردی، تونسته باید منتهی به راهکار باشه؟ چون خود من مثلا همین در همین شورش علیه زندگی ذهنم این بودش که آقا من راوی تاریخم، من فقط میگم. تو به عنوان یه مستندساز مسئله دار به نظرت باید راهکارم بدی یا نه فقط میگی آقا اینا هست؟ اگه بشه راهکار داد که نور علی نوره. خب اما مسئله درست رو درست روایت کنی و در اختیار مخاطب قرار بدی الان بسیار مهمه، بسیار مهمه. یه عالم جریان‌های هنری وجود داره در جامعه ایران که نظام ترجمه اونا رو فرا گرفته. نظام ترجمه که میگم همه شؤون هنر رو در نظر بگیر، ترجمه بهش نفوذ کرده. یعنی ببینید دنیا داره چی میگه، ما یه کپی پیست خوب بزنیم درجه یک. جریان مستند هنوز این گونه نشده. آره، مستند ایران واقعا هنوز اصالت داره، مترقی. اینو همگان باید بفهمیم که آقا اگر به سمت نظام ترجمه در تولید مستند، حالا خوانش مسئله در مستند، به سمت نظام ترجمه بریم، نظام ترجمه اینجوری که حالا آقا ببین نتفلیکس چه مستندایی ساخته، قصه رو چجوری میذاره وسط. متوجه ارزم هستی؟ یه دفعه به خودمون میبینیم که بابا ما داریم کپی پیست میزنیم و اساسا مسئله اون از اصالت میفته. حالا تو فرم اشکال نداره آدم یاد بگیره، ولی واقعیتش تو محتوا و اینا به نظر ما انقدر ماجرا داریم که خیلی بهش چیز باشیم. تو اصل من یه خورده بازیگوشی فرم درآوردم واقعا. یعنی میدونی انقدر مثلا مورد نقد قرار گرفتم، یه مقدار تسلیم شدم و بعد اتفاقا ممکنه حالا ببینید و نمیدونم حالا تو کدوم بخششو دیدی یا نه راست میگی بازیگوشی هم کردی یا یعنی دارم تسلیمم میشم. خب ولی اصالت مسئله رو با قصه گویی نباید به محاق آدم ببره. آن چیزی که برای تو در شرایط کنونی ایران مسئله است و دوست داری حالا آموزش پرورشون میدونم ازش عبور کردی، بسازی چیه؟ یعنی واقعیتش الان مسئله مهم ایران چیه؟ دو تا چیزا خیلی دست و پا میلرزه، یعنی دلم بهشه که براش کار کنم. یکی ماجرای بهداشت و درمانه. خب که ما در 2 دهه اخیر وزارت پیشگیری و بهداشت نداریم، وزارت درمان داریم، پیوسته داریم بیمارستان میسازیم. خب و مفهوم سلامت تبدیل به کالا شده. این خیلی خطرناکه. واقعا دوست دارم براش مثلا 1-2 سال از عمرمو خرج کنم و یه چیز خوب اگر انشالله بشه در بیاد. آرزوام اصلا هیچ چیزی ندارم. و بعدی الگوی غلط توسعه در جامعه ایران. الگوی غلط. یه مثال بزنم این قشنگ بشینه به جونمون. در سیل 98 من کل سیلا رو بودم. آره این چی میگم؟ منم روایت سیل رو ساختم. بله. آره. مستند خوبی بود. مسئله وزارت میراث و فرهنگی و گردشگری بالاخره مضطر میشه که منم را بیفتم ببینم در این سیل هایی که در کل ایران اومده من چقدر صدمه خورده این آثار تاریخی. هیچ صدمه نخورده. چرا؟ سنگ بنایی که اون اندیشه
اندیشه گذشته ایرانی برای رشد و توسعه خودش گذاشته، فهم طبیعت داشته. من اینجا تبلیغ اندیشه ایران شهری نکردم، درست شد. میخوام بگم یک مفاهیم است. حالا ما رفتیم راه هامون رو، شهر هامون رو جایی ساختیم، به گونه‌ای ساختیم که وقتی این دوره آبی بهش میخوره انقدر صدمه میخوریم. این یعنی عقلانیت سازمانی توسعه ما در وضعیت مناسبی قرار نداره. از این مثال وام بگیرم. اتفاقا تو روایت سیر یه کامنت بدم، درسته. آن چیزی که در واقع خسارت زد همین دخالت‌های متأخریه که در طبیعت و در واقع ماجراهایی که حول شهرها رخ داده، یعنی این باعث اصلی خسارت و عمق بسیار زیاد خسارت شده بود. اینم حرف تو تایید کنم، درست میگی. ما اینو گفتیم تو مستند روایت سیر. اینجاست که یه آرزو دارم دیگه، دوست دارم در مورد توسعه در ایران این مجموعه مستند مسئله محوری بسازم. اولیشو یادم بهداشت درمانو آوردی، ولی خب ما آموزش پرورش رو انتخاب کردیم. تو الان داره تو خانه مستند آموزش پرورش ساخته میشه. خب آموزش پرورش، خب یه ما هممون به عنوان پدر، من حداقل باش دست به یقه میخوام بذار کلمه بهتر و قشنگتری که شأن ماجرا رو در واقع اجرا کنم بگم. خیلی آموزش پرورش، پدر منم فرهنگیه، آموزش پرورشیه، مامان منم معلم دیگه. حالا ولی علی خیلی در عین سادگی و در عین پر ماجرا بودن و اینا خیلی حرف داره این کار. واقعا چطوری بهش پرداختی؟ چون به من آمدانه رفتم اقتصاد سیاسی رو برداشتم. یعنی با مشورتایی که با بچه‌ها کردم به این جمع‌بندی رسیدم که اقتصاد سیاسی مهمترینه، به قول علمای فقهی واجب کفاییه. از چه جهت؟ از اون جهتی که ما در دهه 60 یک دهه درخشان داریم در حوزه آموزش پرورش. 90% بیسوادی رو ریشه‌کن کردیم. با نهضت سوادآموزی، با جهاد سازندگی، با خود آموزش پرورش در اندیشه اقتصاد سیاسی این سرزمین در دهه 60 آموزش پرورش اولویت داره. آقا جهاد سازندگی از اون اتفاقای عجیب غریب تاریخ ایرانه علی که حیف کشته شد. یعنی واقعا این نکته‌ای که الان داری میگی من درکش میکنم، چون یکی دو تا از بچه‌ها دارن در موردش کار میسازن و کار ساخته شده و جهاد سازندگی خیلی مهم بود تو دهه 60. یه اراده‌ایه که عقب‌موندگی ما رو میتونه به سرعت در یک تایم کم با هزینه‌های بسیار بینه جبران کنه. خب خیلی خوبه، واقعا خوبه. هر جامعه‌ای که تاثیر داشت تو آموزش پرورش بی‌نظیر بوده. یه مستند هست به نام زندگی در دوردست، فکر میکنم سفیر فیلم ساخت، یادم نیست که حوزه هنری شاید ساخته باشه. مستند بسیار بی‌نظیریه. به زحمت این بچه‌ها در نهضت سوادآموزی و مشیشون که الگوی مشیشون که مثل جهاد سازندگی است پرداخته و بسیار دلچسبه. میشه با اون مستند گریه کرد. قصه هم داره. شما خیلی طرفدار قصه اید و اینا. ما امروز شرایط بسیار نابسامانی داریم تو آموزش پرورش. در آموزش پرورش وجوه مختلفی رو میتونم بهش بپردازم. هر مسیری رو که شما تعیین کنی من در خدمتم. من بعضی بخش‌های مستند تو رو دیدم، رو دو سه تا نکتهش دست گذاشتی. یکیش عدالت آموزشیه. از اینجا شروع کنیم. عدالت آموزشی رو یه حوله مفهومی ببینیم به نام اصل 30 قانون اساسی که میگه از مضمونش میگم دیگه، از مرز تا مرکز یه امر یک برابری باشه در کمیت و کیفیت آموزش. ما یه بودجه عمومی داریم که چند درصدش برای الان آموزش پرورشه؟ 10%. در دهه 60 که ما در جنگ بودیم چند درصد بوده؟ 15%. فقط یه عدد ریزم بگم در اون دوره که جنگ بوده 14% از بودجه عمومی کشور برای جنگ بوده. ببین چه اولویتی داشت آموزش پرورش. حالا اون
15% بودجه عمومی دهه 60 یادت باشه جمعیت ابتدای دهه 60 10 میلیون دانش آموز بوده، انتهاش 13 میلیون بوده. ما الان چند درصد از بودجه عمومی کشور برای آموزش پرورش؟ 10%. جمعیتی که امروز داره میره مدرسه چقدره؟ 16 میلیون. حالا 2 میلیون بازمانده از تحصیل داریم. سر این واژه بازمانده از تحصیل جلوتر صحبت خواهم کرد. ماجرا اینه که در 3-4 سال آینده 19 میلیون جمعیت خواهیم داشت. 1/4 1/5 تقریبا بچهای متولدین دهه 60 الان بچه‌هاشون دارن وارد مدرسه میشن، دیر و زود و ایناش که بیان. 19 میلیون بچه میخواد بره مدرسه. همین الان این نهضتی که آقای پزشکیان پی گرفته برای ساخت مدرسه هایی که موقعیت که مدرسه ندارن، همه کمکش کنن، حتما طرح شکست خورده ایه. چرا؟ چون ما 19 میلیون دانش آموز خواهیم داشت که بخواد بره مدرسه، پس ما دوباره مبتلا به مدرسه 2 شیفته، گاهن 3 شیفته خواهیم شد. خب و با توجه به این تورم و رکودی که جامعه ما رو فرا گرفته، تعداد بازمانده از تحصیلمون بیشتر خواهد شد. حالا شما اینو نگهش دار، عدالت آموزشی یه ور دیگهش، یعنی من هم از کالبد گفتم بس شما، هم از ماجرای تعداد جمعیت گفتم، یه وری داری به نام معلم. درست. معلمی که در دهه 60 یک منزلت اجتماعی داشت، بگه من معلمم. الان معلم هایی هستن در آموزش پرورش خب که حقوقش 10 میلیونه. تو دختر داری، یه کسی بیاد بگه من فقط معلمم، دخترتو بهش میدی؟ قطعا نه. چرا؟ با ذیل چه اندیشه‌ای شما اینقدر جایگاه معلمی رو تحقیر کردید؟ ببین ما از اواخر دهه 60 میخوایم بریم در ساختارهای جهانی تجارت جهانی بکنیم. اونا هم طبق سیاست‌های صندوق بین‌المللی آفرین وام بگیر. بله. بعد برای که وام بگیر آفرین باید دولت رو کوچک کنی. بله. دولت رو میخوای کوچک کنی، میزنی دو کمر آموزش پرورش. خب خصوصی سازی میره به سمت جایی که معلم از جایگاه معلمیات تبدیل میشه به کارگر. بند 2 ماده 7 قانون کار، وزارت کار. عجب. بله اینجاست که اگر میخواد باش قرارداد ببنده پیمانکاره. پولش آموزش پرورش پیمانکار پول میدی. چرا؟ چون مالیات فرار میکنه، از نمیدونم بیمه فرار میکنه، 1000 تا چیز فرار میکنه. وقتی تو معلمت انقدر بیکیفیت میشه، خب باید بره شغل دوم، باید بره شغل سوم که زندگیش رو به چرخونه و حق داره این کار رو بکنه. اینجا میشه که تو با یک جمعیت بسیار بزرگی روبرو هستی که آموزش درست نمیبینه. وقتی آموزش درست نمیبینه، هنجارهای حاکمیتی واسش جدی نمیشه. وقتی هنجارهای حاکمیتی براش جدی نمیشه، فلسطین واسش مهم نیست، معیشتش براش مهمه، 1000 تا چیز دیگه. آیا آقا اینقدر فلسطین مهمه؟ نه. همین روزها یه کلیپی بیرون، الان که داریم ما با هم حرف میزنیم آخرین روزهای سال تحصیلیه، یه کلیپی تو اینترنت اومده، ورق به ورق کتابشون رو پاره میکنن و روش میرقصن. بله. جلو در مدرسه. بله. آقا خب این بچه واسش اون مفهوم ارزش نداره، نتونستی تو جایگاهش رو براش ارزشمند کنی. دقت کنید اون دانش آموزا در دوره جبر دارن زندگی میکنن. آموزش شماست که اون خروجی رو میده، سیاست‌های شماست که اون خروجی رو میده. و چرا ما اصلا چرا مسئله محور نگاه نکنیم؟ هیچی نیت‌ها، گروه‌های از دانشگاه شریف رو به خاطر بیارید. این که حالا حاکمیت رفتار بدی کرده، رفتار خوبی کرده، اینا رو کاری ندارم. مسئله اینه که اگر تو میخوای اعتراض کنی، باید برای اعتراضت احترام قائل باشی بابا. بله. اون اعتراض نیست. بله. به همین خاطر که اون دهه سنی اون فحاشی به اعتراض بود در یک کلام واقعیتش. اون اعتراض یک هویت میخواد، آدم برای هویتش میجنگه، آرمان داره. حاجی 2 ساعت بعد از اون فوشام رفتن اشغال. آقا چه اعتراضیه؟ وایسا بجنگ. تو اینو از در واقع نتیجه و خروجی سیستم آموزشی غلط آموزش و پرورش میدونم. حالا بدون ایمان میدونی. ایمان به چی؟ به زندگی، ایمان به عقیده. یه ذره چون تو گفتی که اینا کتاباشون رو پاره میکنن،
ببین من حالا ساده ترش رو بگم، من خودم 10 روز اخیر گرفتار یه مسئله آموزشی ام برای مدرسه دخترم. واقعیتش از این که رفتم تو آموزش پرورش و با این چه کارمندش چه معلمش ارتباط گرفتم، به عنوان یه آدمی که دغدغه دارم، واقعیتش متاسفم علی. در یک کلام میتونم بگم متاسفم. واقعیتش یه سیستم آموزشی بسیار تهی رو دیدم. تو الان یه ذره‌شو برای من باز کردی واقعیتش، و خیلی بهم سخت گذشته و تلخ گذشته. فکر می‌کنی مثلا چقدر واسه یه دانش آموز خزینه می‌کنی؟ یعنی تو بودجه عمومی مونه؟ تو بودجه عمومی. نه میخوام اینم بیا دلاری با هم حرف بزنیم حال کنیم. فکر می‌کنی چند دلار خرج دانش آموز می‌کنیم؟ بذار یه چیزی بگم، ما 754 ساعت بچه‌مون میره مدرسه در سال دولتی. درست شد؟ اون غیر انتفاعی و خصوصی رو یه وقتی میام سراغش. ماجرای 753 ساعت. آفریقای جنوبی چقدر میره؟ 1199 ساعت. حالا این 754 تا با همین آلودگی‌های هوا و ایناست دیگه، یا نه؟ آفرین. میخوره تو گوشش کم میشه. میخوره تو گوشش کم یعنی میشه. ما استاندارد تو سال اگر همه روزا رو برن 700 و خورده شنبه تا چهارشنبه 754 ساعت. حالا ولی نمیرن. خب پارسال که فکر کنم عدد که حالا این 750 ساعت چه کیفیتی داره؟ چقدر خرج میکنیم برای هر دانش آموز؟ 316 دلار. ترکیه چقدر خرج کنه خوبه؟ 14 برابر. چند برابر؟ 14. اسرائیل چقدر خرج میکنه؟ رژیم قاسم جمعیتش خوبه 30 برابر. باشه آمریکا چقدر خرج میکنه برای هر دانش آموزش با همین سیاستایی که آقای ترامپ داره؟ 40 برابر. کره جنوبی چقدر خرج میکنه؟ 46 برابر. چین چقدر خرج میکنه؟ چقدر جمعیت داره؟ 3 برابر. 3 برابر ایران. مطمئنید آموزش پرورش در اندیشه سیاسی فعلی هویت داره؟ علیرغم همه حرفایی که زده میشه باید تعلیم و تعلم عبادت هست. همین اخیراً دوباره مقام معظم رهبری با معلمین دیدار داشت، گفت از این مشورت ها به ما ندید که این بخش رو واگذار به بخش خصوصی کنیم. راهکارش این نیست. ما 16 ما دهه 60 دهه ما بالا 0.5% مدرسه خصوصی داشتیم، الان 16% داریم. 4000 تا صندلی اول کنکور مال این 16%. این 16% علالعموم طبقه سرمایه دارن، بالای 80% طبقه سرمایه دارن که در یک آزمایشگاه‌هایی رشد پیدا میکنن، تکنیکال میشن که چجوری از سد کنکور رد شن و وارد دانشگاه شن. بعداً یاد باشه اینا مردم رو نمیبینن ها. آره دیگه، با دقت دارم میگم، مردم رو نمیبینن. واقعا در 5 سال منتهی به دانشگاه نمیبینن. اینو قبول دارم. وارد دانشگاه شده، بر سر یک سیستم رقابتی و تحقیرگرا آمده بیرون. ببین یادت باشه در سیستمی که در واقع تکنیکاله، تو اگر نفر اولم بشی داخل پرانتز می‌نویسن جرأت داری دوم شو، یعنی تحقیر. این میاد میره وارد دانشگاه میشه، اساساً فلاح و رستگاریش رو مهاجرت میدونه. اونایی که مهاجرت نکنن میان تبدیل به مدیران میانی سیستم میشن. تو اینا حزب اللهی هم هست، تو اینا روشنفکر هم هست، همه چی هست. این چی میگم؟ مهمترین حالتی که وجود داره، این مدیران میانی تو مردم رو نمیشناسه یا دوره ازش، نمیشناسه. در صورتی که در دهه 60 این پالس وجود داشت که اگر تو تحصیل کنی امکان تغییر طبقه برای تو وجود داره و این اون عدالت آموزشی است. آره اینجاست که میگم که آموزش درس بخون که یه چیزی بشی. الان درس بخونی دکترا بگیری هیچی نمیشی. ننه بابات کیان؟ رانتت چیه؟ ارزش‌ها کلاً تغییر کرده، متفاوت شده. شما 700,000 تا معلم داری،
400,000 تاش آموزش ندیده و رفته بر سر کلاس درس. یعنی چی آموزش ندیده؟ ببین ما یه موقعیتی داشتیم به نام دانشگاه تربیت معلم دیگه. بله. این دانشگاه تربیت معلم برید طول زمانش رو اصطلاحاً تایملاینش رو نگاه کنید ببینید چی جوری بوده، چه تعداد میگرفته. الان معلمی که میره سر کلاس چی جوری میره، چگونه میره. اصلا ببینید این ماده 28 هایی که رفتن معلم دانش آموزای ما شدن، طبقه ضعیف ها، چه کیفیتی دارن. 10 میلیون هم بهش حقوق میدی ها. حاجی یه ذره اینو اگه میشه واضح بگو. 300,000 تا معلمی داریم که رفته سر کلاس و یه هفته آموزش ندیده که آقا تو 40 تا بچه اومد دستت چجوری با اینا یعنی بشین پشت و برخورد. مگه داریم یارو 4 سال درس خونده تو اون توی نظام تربیت معلمه. اون نظام کوچیک شده، جمع شده، کاریکاتوره. الان برید ببینید در این نظام بودجه آموزش پرورش چه حجمی داره بهش تعلق میگیره. هیچی. چرا باید اون دانش آموزی که زیر این دست معلم تربیت میشه هنجار براش اولویت باشه؟ اونم خود معلمم خیلی دغدغه نداره. میگم من تو این 2 هفته اینو با چشمای خودم دیدم، بی تفاوتی، بی عملی رو دیدم. اینو میتونم شهادت بدم حداقل به عنوان یه آدمی که سر یه ماجرایی 2 هفته با سیستم آموزشی روزانه برخورد داشته. حالا قدیما وقت نداشتم برم ولی الان میرم پیگیر کار. اگر میخوای جامعه توسعه یافته باشه و عدالت وجود داشته باشه، آموزشش باید یک کیفیت داشته باشه. شما اگر حقوق این معلمایی که 10 میلیونه بکنی 100 میلیون، خب موظف باشه دوره ببیند، آموزش ببیند که درست آموزش بدهد. وقتی حقوقش تامین باشه نمیره شغل دوم، نمیره شغل سوم، وای میسه در یک نظام ارزیابی محکم کار میکنه و بچت رو رشد میده. اگر در ساختار بهداشت و درمانه بهداشت کالا نبود، الان آموزش کالاه. پول داری میای میری غیر انتفاعی، پول داری میای میری تو لیگ خودت بازی میکنی. الان مسئله اینه که یه وقتی شما یه کتاب مینوشتی، این شعر، ببین این شعر مال من و تو، خوشا به حال ای روستایی، چه شاد و خرم، چه با صفا. واژگان واسه من و تو ترجمه داره. خیلی هم پیاله نیستیم، هم مسیر هم نیستیم، ولی واژه های مشترک داریم. الان سر شهر تهرون با ته شهر تهرون واژه مشترک نداره. آقا بیا مستند مسئله ساز بساز. علی من حرفمو برگردوندم. واقعا متقاعدم که تو جلسات پیچینگ هم به نظرم اینطوری میری در واقع مستندا رو جمع میکنی. خیلی نکات عجیبی و مهمی رو داری میگی. یعنی خیلی از والدین دانش آموزا که تو گذشته رفتن واقعا با این مسئله مواجهن و نمیدونن باید چی کار کنن. ما آینده بچه‌هامون فروختیم. امیدوارم پولدارا عافیت گیرشون بیاد. این چی میگه؟ امیدوارم کسایی که آموزش پرورش شد از ریل درستش خارج کردن همین دنیا خیر بتونن ببینن، همون دنیا نمیتونن. واقعا این چیزی که داری میگی خیلی وحشتناکه. یعنی یه آینده بسیار وحشتناکه. گفت حال ما بد نیست، غم کم میخوریم. کم که نه، هر روز کم میخوریم. هیچ امیدی نیست یه ذره؟ چرا؟ باید بهش باور داشته باشیم. آموزش پرورش مهمه. هر چی معلم رو بگه برید انجام بدید، برید انجامش بدید. اگه باور دارید بهش، اگه فکر میکنه آدم درستی، اگه فکر میکنه حرفای درستی میزنه، عمل کنید. مثلا ور ندارید 5-4-3 رو بکنید 6-3-3، یه عالم ملک اضافه بیاد، بعد ملکا رو تقسیم کنید. اینا چیزاست دیگه، اینا مقاطع تحصیلیه. آره. چون مثل فوتبال چیز نگو، مثلا انگار داری ارنج فوتبال رو میگه. نه مثال میگم، من و تو میگیم تو کلاس چندمه، بعد حساب کتاب کنی دوم راهنمایی اول دبیرستانه، چی چندم، 8م 9م. وقتی تو ماجرای 5 سال تحصیل، 3 سال راهنمایی و 4 سال دبیرستان تا پیش دانشگاهی رو برمی‌داری می‌کنی 6-3-3، خب اینجوریه.
ملک اضافه میاد. اصلا اون بودجه‌ای که 15% کمش کردی آوردیش 10%، خب ضریب تعهدات اینو اصلا بهش فکر کردی؟ اون 15% یه تعهداتی رو کاور میکرد، مثلا بر سر چیز نبودش که عشق و حال نبود. تو به این فکر کردی وقتی داری میای اون 15% رو میکنی 10% که از این 10% از بودجه عمومی مصطفی جان 99%ش حقوق معلماست. یعنی هر مدرسه دولتی که تو داری میبینی با این کلا اون کلا کردن پول جمع و جور میشه و آب برقش نمیدونم رتق و فتقش معافیت هایی که بهش میدن گاهن و اینا فسادزاست بعضی موقع. من میدونم بعضیاش دردناکه. اصلا معنی نداره. چون اگه میخوای یه حکمرانی رو بدبخت کنی برو آموزشش رو کالا کن که این کار کردیم ما. من مسئله اینه که اینجاست که مسئله مهمه. اینجاست که آقا این حواست باشه مسئله رو قصه قربانی قصه نکنی ها. به همین مقدار باید زجرآور باشه، به همین مقدار باید تلخ باشه، زمهریر باید تلخ باشه، به خودی خود تلخ. آینده اگه درام هم بهش اضافه کنی سوزناک میشه. آینده این بچهای مردم نباید بفروشیم، حق نداریم بفروشیم. مدیران متولدین دهه 60 الان مدیران بدنن. شماها آیندهتون رو نفروختن، شما ولی دارید آینده همون تو همون سرزمینی که یه اندیشه‌ای آینده شما رو نفروخته، شما مدیران میانی شدید و یک اندیشه ذیل یک اندیشه‌ای دارید آینده بچهای مملکت رو میفروشید. خیلی به درد نخوریم. به من توقع ندارم که مثلا مقام معظم یه حرف خوبی زده دیگه، متولی اجرا میخواد آقا. بی عرضه ترین وزیرهای آموزش پرورشن. مثلا رو همین جای اینجا وایسا. شاید آدم سلیم النفسیه باشه، به درد اینجا نمیخوره. شاید آدم با تقواییه باشه، به درد اینجا نمیخوره. آموزش پرورش آدم جدی میخواد، مدیر مهمترین وزیر دولت رو میخواد. اینو میخوای بگی دیگه. بی کیفیت ترین وزیرای انواع دولت ها وزیر آموزش پرورشه. واقعا حالا من به عنوان باش هیچ آب گرم کنی گرم نمیشه. ببخشید به خدا جسارت نمیکنم، دارم توصیف میکنم. به عنوان کسی که پدرش سالها تو حوزه ستادی وزارت آموزش پرورش بوده و تو اتاق‌ها و کریدورهاش حضور داشته، میتونم موافقت خودمو باهات اعلام کنم. دم شما گرم. علی نیکبخت خیلی ممنونم که اومدی. مستند آموزش پرورش اسمش چیه؟ اصل سی که اشاره داره به همین عدالت آموزشی و این نکاتی کرد. کاملا. خیلی ممنونم که اومدید تو برنامه کسداک. امیدوارم که مثل همه کارات و من الان میتونم حرف اولم رو یه مقدار برگردونم که مسئله مهمه. مستند تو حداقل تو علی نیکبخت با این حرارت و با این فضایی که داره تو مستند مسئله دار بساز. خودت هم چون مسئله دار داری میشی یواش یواش. مهم نیست من کیم. ببینید چی میگم. تو رو خدا به اون حرف دقت کن. ممنونم اومدید. چاکرم.